چطور یک آشپزخونه قدیمی رو تبدیل به سبک نئوکلاسیک می‌کنیم؟ ما برای واحد 140 متری با این فضای بزرگی که در آشپزخونه داریم اومدیم از کابینت‌های نئوکلاسیک استفاده کردیم که یک جلوه بسیار زیبایی به این واحد داده و به جای صفحه با روکش MDF اومدیم از صفحه کورین سامسونگ استفاده کردیم که در مقابل اجسام گرم و داغ مقاوم است. ما از کفپوش SPC به عنوان عایق گرما، سرما و حتی عایق صوت استفاده کردیم که برخلاف لامینه این کفپوش قابلیت شستشو داره. سقف قبلی آشپزخونه که به صورت دریچه‌های بازشو بودش که وسیله تلخ پوشانده شده بود که ما اومدیم از کناف و لاین نوری به صورت فلت اجرا کردیم. برای قسمت پذیرایی از قاب بندی‌های طرح نئوکلاسیک و ابزار پیش ساخته امرتال همراه با نورپردازی به صورت هالوژن‌های گچی، لاین نوری و ریسه شلنگی استفاده کردیم. در قسمت اتاق خواب مستر از کتابخونه و کمد دیواری از برند چوب فرامید استفاده کردیم و برای نورپردازی از لاین نوری که بسیار نور جذابی برای اتاق کردیم. در قسمت حمام عمومی اومدیم از یک تاقچه بسیار زیبا همراه با سرامیک اسلام 1.25 در 2.70 و با شیرالات طلایی رنگ اجرا کردیم. در قسمت سرویس بهداشتی از سرامیک‌های 60 1.20 مات به صورت خوابیده اجرا کردیم.